اول رو بین امیر قاتل و درکس داریم. ببینیم کی میزنه. دو تا حریف به شدت سرسخت و قدر رو داریم در مقابل هم و همونجور که دارید میبینید نت یه کوچولو داره اذیت میکنه، ولی از اونجا که خدا شکر من بازی نمیکنم خیلی برام مهم نیسته. کاراکترهای بچه‌ها رو بخوام آنالیز کنم، درکس سایلنسر آورده، ولفرا و ارزم به حضورتون اکتیویش فسته و یخ که اچ پی میده. وای بچه‌ها چقدر استرس. چرا مرحله اول بخورم؟ کمو بیش تمرین کردم ولی خب میدونین دیگه، همین اتفاقا ویدیوهای اخیرم هم تک به تکه. میدونین چقدر من تک به تکم بده. امیر ولی کاراکتراش خیلی عجیب. من کاراکتر امیر رو دیده بودم، اصلا کاراکتر خیلی عجیبه آورده. این که مثلا مدکیت کمتر به جون میده، کلی، و اینی که با شاتگان سریعتر میده یا فست. امیر کلا کاراکتراشو بر مبنای سرعت و اسپید و اینا آورده و اولین فایت بچه‌ها خیلی باحاله، خیلی خفنه و میدونم یه فایت خیلی طولانیه بین دو تا از بچهای خفن. البته همه کسایی که میگن هم حرفه‌ای‌ان، هم خفنن، هم کار درستن و من خیلی خوشحالم که مفتخر میزبانی از بچه‌ها رو دارم و دم همشون گرم که لطف کردن و شرکت کردن. این کاستوم رو استثنا به صورت تک ویدیو می‌بینید شما چه فایتی دارن میدن بچه‌ها. امیر کلا میدونه یک گیگا چتونانه بازی میکنه. این همون فایتیه که من دوست داشتم ببینم. راند یک و امیر زد بدون یخ، فقط کله صاف میداد که بزنه، جواب داد و تونست درکس رو بزنه. و بچه از اینجا به بعد فایت های مرحله 1 و 4 تا باقی مونده رو به صورت دوتا در ویدیوهای مجزا میبینید. الان امیر دوباره با همون ترکیب M590 و دلول میخواد ادامه بده. بذارید ببینم درکس چی گرفته. یه گان جدیدم تو بازی اومده، وودپکر رو دلول گرفته و دیزل. یه گان جدیدم تو بازی اومده که ما اونو محدودش کردیم که اونم بچه‌ها نزنن. چه گانه هاشین اسنایپ، ولی مثل فاماس میزنه، از دور دمیج میده، یه دونه بزنه هد مرده طرف. 250 تا از دور میزنه. اونم باگ بازی 100% اون گانه ضعیف میشه. و این راندو بریم از ویو درکس داشته باشیم. ببینید درکس 404 ایزت ایگل رو میکشه. خب ببینید این راند دقیقاً به همون شکله. درکس خیلی محتاطانه بازی میکنه و امیر خیلی همینجوری سر رو میندازه پایین و درکس بالاست. امیر سر رو میندازه پایین و میاد میزنه و جواب داد گانگیش. این راندو کی میزنه؟ این راندو من حس کنم درکس میزنه، نمیدونم از نزدیک میزنه. او امیر اس ام جی گرفته. امیر اس ام جی گرفت ولی اس ام جی نداشت، 590 داشت که گانش عوض کرد. خیلی پینگ بچه‌ها بالاست. درکس زد. نه پینگ بچه‌ها بالا، پینگ من بدبخت بالاست. با پینگ بچه‌ها خیلی میزونه. قلبم داره وای میسته. چه پینگم بده. راند دوم رو درکس زد و فعلا تا الان بازی شد 1-1. اوکی بچه‌ها بریم بر راند سوم. درکس با همون ترکیب گان خودشه و امیر دبل دلول کرد دیگه، زد به سیم آخر. دلول امیر خیلی خوب میکنه. خب دوستان من پینگم نمیدونم چرا بد شد. صبر می‌کنی حالا هواپیما بزنم؟ آره اوکی بزن. پینگ منم یه لحظه خراب شد. درکس بزن دوریخش کنم نره تو زون. کجایی دوریخت؟ برا معرفت بچه‌ها رو میبینید که میباره ماشاءالله. میبینید که بچه‌ها برای برد فقط بچه‌ها یه کوچولو پینگ هر سه تامون بالاست. ببینید فقط پینگ من نیست، مشکل از سرورهای بازی. پینگ من کاملا اوکی ولی بچه‌ها هم پینگشون بالاست. حالا امیدوارم در ادامه اینجوری نباشه. آپدیت اومده تازه الان که داریم این ویدیو رو می‌بینیم. آپدیت تقریبا 5-6 ساعت پیش اومده. سر همین قضیه بازی کلا پر از باگ و لگ و سرور بازی خیلی طبیعیه. بعد طبیعی که نیست، متاسفانه همیشه به همین شکل بوده. بعد آپدیت همیشه یه سری نقص ها داشت که برطرف میشه. حالا امیدوارم تا آخر کاسم بچه‌ها این شکلی نباشه و پینگا درست. من فکر کنم مشکل از پینگ خودم ولی نه، پینگ کلا سرور بازی این شکلی. امیر همچنان داره حاجی کله صاف میده. چرا امیر اینجوری میکنه؟ فقط میخواد از کاراکترها رو فقط بر مبنای اسپیده. درکس هم اونور اسپید آورده آره، ولی خب امیر کل کاراکتراش مربوط به سرعته. این راند رو نمیتونم پیش بینی کنم کی میزنه چون بچه اصلا به هم دمیج ندادن توی این راند و نمیدونم کی میزنه. احساس می‌کنم یکی با دلول میزنه. حالا یا درکت وود نمیخوره حاجی. وود تو این کاستوم نمیخوره، انقدر یخ دمت گرم با وود زد. و راند سوم هم درکس گرفت. 2-1 به نفع درکس. و بریم راند چهارم ببینیم بچه‌ها میخوان چیکار کنن. من خودم باشم توی این لیگ واقعیتش بعید میدونم خیلی بر مبنای وان شات بخوام بازی کنم. من خودم احساس کنم اس ام جی رو هم استفاده کنم. مثلا امیر الان گرفت اس ام جی، نه امیرم داره وان شات میگه. البته کاراکتراشو بر مبنای کلا شاتگان چیده. سرم قضیه اس ام جی بگیره به درش
انگار یه دونه از کاراکتراش کلا سوخت میشه و بلا استفاده میشه. اوکی راند چهارمو بچا دارن میرن. امیر دوباره همون ترکیب راند یکو گرفت، M590 و دلول دیزرت دیگه که اصلا دیزرت بچا نمیزن اصلا استفاده نمیکنن. درکس از توی یخا رد شد و بذارید یکم از ویدیو امیر ببینیم. نمیدونم این راند واقعا کی میخواد بزنه، ولی امیر بازم مثل همیشه بدون احتیاط داره. وای چه کله صافی میده. یه کله صاف نیست، شوه. کله صافی چیزی نیست. امیر یه دو تیر تیکنیکی میزنه که همه با دیوار برخورد میکنه. مشخصه بچه‌ها، مشخصه جفتشون کلی استرس دارن و کوهی از استرسن. اوکی بچه‌ها چی کار میکنن؟ اوه! First blood. امیر یه دونه وانتب سوسیسی با این 590 زد و کاسم داره برابر پیش میره، یعنی 2-2. الان وارد راند پنجم شدیم. بابا باریکلا. اوکی بریم برای راند پنجم. همونش که دارید میبینید بچه‌ها گاناشون دیگه یه کوچولو سویچ کردن. درکس یو ام پی گرفت، البته امیر همچنان پایبند به همون شاتگاناش به خاطر کاراکتر جلیلی که آورده، ولی درکس فکر کنم میخواد این دست یه کوچولو اس ام جی بازی کنه. البته بچه‌ها ببین منطقی اینه که ولفرا اصلا بچه‌ها تو کاسومان نیارن. چرا؟ چون عملا تاثیر نداره. ولفرا انقدر نرف شده که کلا 12%، اگه 3 تا بی داشته باشه 12% هد کمتری می‌خوره، به درد نمیخوره. یعنی شما یه دونه بود چه بزنید چه بخورید با ولفرا و بدون ولفرا در هر صورت میمیره. دیزرت هم همینه. اوه گفتم زد یه لحظه. بچه تو الان کیلی با فست نگرفت. جامپ شات کرد. کلا همینه. امیر یه راندو میگیره و درکس راند بعدی بهش میره. حالا بریم ببینیم تو راند ششم چی میشه. اوکی بچه‌ها راند ششم رو دقیقاً با همون گانایی که داشتن استارت زدن و امیر با 2 تا شاتگان و درکس با بوتپکر و یو ام پیش و دیزرت نمایشی که جفت طرف دارن. اصلا از دیزرت استفاده نمی‌کنن. خدا شکر کنم بعد از سه بازی فعلا خوب شده، ولی در ادامه برای بقیه بازی‌ها همین یه دلول سوسیسی زد، ولی خدا شکر درکس نمورد. ارزشش هم برای ما باگ بوده چون از چیزی کامل مشخص از خود امیر، یعنی از دید بازی خود صفحه امیر همین چیز دقیق‌تر دیده میشه. خیلی هم نمیشه اسنچی بزنن. چرا؟ چون که کاسوم لیمیت نوع بچه‌ها 4 تا تیر بخورن یخ زدن. سلام قضیه وانشات منطقی تر احساس کنم. نمیدونم اوه امیر چرا تو همه این یخا داره برای من رد میشه. واو اشی 50 چی میشه میزنه امیر نه نوازش کنه. درکس مرده. 90 اچ پی داره همینجوری پر میشه. اصلا اعتقاد به مدکیت بگید اوه پیدا کرد. نه مدکیت نزد، هدشو تعمیر کرد. یه بیشتر تقریبا پر میشه. تا بچه یه مسئله هم بهتون میگم، بعد آپدیت بونتی ها کلا عوض شدن. بونتی ها رو هم از بازی حذف کردیم و امیر چه دلول سوسیسی زد. بابا حاجی واقعا من فکر می‌کنم کاراکتری که آورده به درد نخور، ولی واقعا داره جواب میده. چی آخریه؟ درکس داداش دورت بگردم، ناموسم من ناراحتم دارم اصلا جلو رفیقام پلی میدم. آقا این لیگ خیلی جذابه ولی خدایی رفیق منه. اوکی شروع راند هفتم از ویو درکس بزنیم باشه. اون یه راندی میگرفت یه راند اون میگرفت. اینجا متاسفانه خراب شد. البته متاسفانه که هر کدوم بزنه به نظرم جو پلیرها قدرن. جو پلیرها تقریبا در سطح همن، پس هر کدوم اونقدر فرقی نداره. هم امیر فوق العاده است توی سبک خودش و هم درکس که بی‌نظیر دارید میبینید جفتم تقریبا همه راندا گرفتن. آره دیگه با وان شات و گانه وان شاتی بوده و باز امیر چیز کرد، جامپ شات کرد. وای چقدر خوب دلول میزنه امیر.
5-2 به نفع امیره. البته ببینید بچه‌ها نمیشه قضاوت کرد که امیر سری 3 راندو میگیره بازی تموم میشه. در مرحله اول کاسم 7 رانده نیست 8 رانده است، پس امیر 3 راند میخواد و در مرحله دوم طرف مقابل امیر یه پلیر قدر به نوبه خودش، یعنی درکس میتونه شانس این رو داره بخواد کامبک بزنه و حتی بازی رو وین کنه. اینجوری نیست که بگیم اوکی امیر افتاده رو دور راند گرفتن، ولی این میتونه برعکس بشه و درکس بیفته رو دور راند گرفتن و خودش به امیر برسونه. به نظر من میتونه درکس کامبک بزنه، نمیگم میتونه ببره، میگم تا به این لحظه که بازیاشونو رو دیدم میدونم میتونه درکس کامبک بزنه و حداقل خودش رو به امیر برسونه. باز از اونجا بعدش نمیدونم، شاید من دارم اشتباه میکنم، فقط حدسمه با دید اینکه این کاستومو دارم تقریبا الان راند 8 شروع شد دیگه، 8 راند میبینمش، دارم اینجوری قضاوت میکنم که به نظرم میتونه درکس امیر حاجی ترسناکی بازی میکنه، لامصب میاد داخل اصلا بدون ترس. آخ درکس فکسش حروم شد، رفت توی با دوباره جامپ شات کرد، رفت توی یخ اصلا فستش و امیر دوباره با جامپ شات. First blood. راند شیشم خودش رو هم بگیره. الان وارد راند نهم شدیم توی این مپ. خدا رو شکر بالا رفتن نداریم، وگرنه شما شاهد یه فایتی اون بالاها بودید، یعنی اینجا بچه‌ها رو زمین فایت، اون بالا میرفتن چپ، یعنی الان بالای سولا فایت میدادن. من فکر می‌کنم خیلی طولانی تر بشه فایت بچه‌ها از اینی که هست، یعنی اینجوری نیست که کاسم 8 به نفع امیر تموم بشه. 100% میدونم درکس کامبکش میکنه. همونجوری که دارید میبینید از بچه‌ها مرام و معرفت، مردانگی، رفاقت و شهامت و قدارت میباره و اصلا همدیگر نمیزنن تا فایت و من خیلی از این بچه‌ها خوشم میاد که برد براشون مهمه، ولی 100% اولویتشون نیست. اینه که بتونن به شما یه بازی حرفه‌ای و تمیز رو نشون بدن در اولویتشونه و من خیلی افتخار میکنم به اینکه همچین بچه‌های خفن و حرفه‌ای رو انتخاب کردم برای این